فقط چهره من و آسمان، جهان دیگری نیست. تنها چهره من و آسمان، میان این دو فقط باد می‌وزد. نوازش‌های مشتاقانه، تنها دستی که تمام لذت را می‌آورد. افت و خیز ابدی باد. بالای سر من دنیای زندگان حضور دارد. رویاهایی که درون خود احساس می‌کنم. ازدحام احساس با بال‌های از توازن رویا چیز دیگری نیست. آیا تو همان بادی که شاید بر چهره من افت و خیز دارد؟ باد بهشت با مهربان‌ترین چهره دنیا، چهره پدر. بی‌حوصله بود. دلش نمی‌خواست به چیزی فکر کند. همانجا روبروی جان لم داد و خوابش درده بود. شب که از راه رسید، باد خنکی از پنجره به درون می‌ریخت و به آتلانتای تفتیده مجال تنفس می‌داد. مارگارت و جان تصمیم گرفته بودند به سینما بروند. در تئاتر هنرمندان نبش پیچدری و خیابان 13 فیلم انگلیسی الیور تویست را نمایش می‌دادند. 20 دقیقه از ساعت 20 گذشته بود که مارگارت اتومبیل را پارک کرد، زیر بغل شوهرش را گرفت تا با هم از خیابان بگذرند. اتومبیلی ناگهان چون صاعقه ظاهر شد. مارگارت فریادی کشید و شوهرش را به عقب هل داد. راننده پا روی ترمز گذاشت ولی دیر شده بود. اتومبیل تعادلش را از دست داد، به مارگارت برخورد کرد و او را 10 متر با خود کشید. وقتی دکتر ادوین کولریج مصدوم را همانجا وسط خیابان معاینه کرد، گفت فقط یک معجزه میتواند نجاتش دهد. مشهورترین زن ادبیات امریکا را با شتاب به بیمارستان گریدی انتقال دادند. همان شب خبر مثل برق به سراسر جهان مخابره شد. تا 16 آگوست چشم و گوش مردم آمریکا به بیمارستان و اعلامیه‌های پزشکی بود. ساکنان آتلانتا اغلب کار خود را رها کرده بودند و شب و روز جلوی بیمارستان انتظار می‌کشیدند. چند شماره تلفن مخصوص دریافت پیام به بیمارستان اختصاص دادند. دوستان مارگارت پای تلفن به پیام‌ها و پرسش‌های مردم جواب می‌دادند و روزی صدها بار این جمله را تکرار می‌کردند: حالش خوب نیست، اما هنوز زنده است. از سوی هری ترومن، رئیس جمهور وقت، هیئت مخصوص پزشکی مرکب از متخصصان مغز و اعصاب و جراحی داخلی به سرپرستی بانوی اول ایالات متحده الیزابت والاس ترومن برای نظارت و اقدامات لازم به آتلانتا وارد شده بود و هر روز یک اعلامیه صادر می‌کرد.